صبح بخیر عزیزان. طرز تهیه خمیر کلچه‌قندی سنیکرز. با ما 3.5 پیمانه آرد لازم است. با آن نیم قاشقچه نمک، بسته ونیل و مویه نرم کننده، 2 قاشق پودر شکری. همه را خوب آمیخته میکنیم. بعدا با آن 100 گرم مسکه میاندازیم. مسکه را با کرد ریزه کرده با آرد آماچ میکنیم و بعدا با این آماچمون 200 گرم خامه ترش یعنی سمیتانه میاندازیم و با آن 100 میل روغن رستنی ilova کرده 2 دانه تخم ilova میکنیم. همه را خوب آمیخته میکنیم و خمیر را میخوریم. خمیر ما باید خمیر ملایم باشد. بعد خیلیدن خمیرمون را به 2 زواله تقسیم کرده به مدت 10 یا 20 دقیقه در جای گرم نگاه میداریم تا خمیر خوب دم گیرد. خوب تا زمانی که خمیر ما دم میگیرد ما کرامل کلچه‌قند را تیار میکنیم. برای این به ما 1 پیمانه شکر لازم است. شکر را به توبه میریزیم و در روی حرارت میانه، آتش باید میانه باشد، میگذاریم که شکر کاملا آب شود و تا این زمان نمیکوبیم. بعدا آمیخته میکنیم. شکر که پوره آب شد با آن 20 یا 30 گرم مسکه میاندازیم و 200 میل خامه. روغنکی خامه اینجا اونقدر مهم نیست. اگر البته 33% باشد باز بهتر است، ولی من با 10% هم کردم اونقدر بد نآمده است و خوب آماده شده است. حالا این رو کنار میگذاریم و خمیرمون رو تنک میکنیم. اکنون قسمتی از همه خوبی و راحت بخش کار هست، یعنی آرایش دادن کلچه‌قند. اول روی کلچه‌قند ها ما از کرامل میمالیم و بعدا از بالایش چهارمغز زمینی میکنیم و البته اگر خواهش داشته باشید باز میتوانید شکلات را آب کرده از رویش آرایش دهید، ولی به فکرم همین قدر هم کافی است. به این هم خیلی خوشمزه و شکل و نمودش هم خیلی زیبا اومده است. امیدوارم که این دستور به شما پسند اومد و من طرز تهیه خودم رو پیشنهاد کردم و سنجیده ببینید. امیدوارم که به شما پسند میآید و تا ویدیوی دیگر، دستور طعام های دیگر، خداوند نگهبان ما و شما. تشکر که با من هستید.